ای توف به روی اونایی که به اینا خیانت کردن، توف به روی اونایی که ندیدن برای اینکه این مملکت بشه چه جوانایی پرپر شدن که الان مملکت دستتون باشه و مردم از پس کوچکترین نیاز زندگیشون هم دیگه برنیان. توف به روی اون مسئولی که این وضعیت رو به روز زندگی مردم آورد. این جوان پشت سرم رو میبینید، ایشون شهید رحیم مجیدی مهره، متولد 1374، 7 دی 404، یعنی دیروز پریروز شهید شده. آقای مسئول، حاضرید آب بشید؟ میدونید چطوری شهید شده؟ مرزبان بوده، یخ زده، بدن رو پیدا میکنن تا زیر خروارها برف گیر کرده و از شدت یخ زدگی شهید میشه و از دنیا میره. امروز اومدم جلو دوربین بگم توف به روی اونایی که این وضعیت زندگی مردمه که دیگه کمر خم کردن. خواستم بگم که شما برای که توی این مملکت نفس بکشید و این بلا رو به روز این مملکت بیارید، این رحیم ها رفتن و اینطوری پرپر شدن. یک کلیپ از تعویض شیفت مرزبانامون از تیپ